سلام به همگی. با آموزش سوم دوره 100% رایگان 0 تا 100 در برنامه 3D Max در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم یه مدل سازی دیگه انجام بدیم که قصد دارم یه خونه مینیمال خوشگل با هم بسازیم و ببینیم که به چه صورت میشه. خب با Alt W فضا رو فول اسکرین میکنم، از باکس شروع میکنم. یه دونه باکس حالا مثلا اینقدری میارم بالا. خب بعد میام اول اینکه F4 رو میزنم، اینجا بهش سایزش رو درست کنیم، اینجا 60 باشه، اینجا 60، اینجا 40، حالا اینم چقدر باشه، 30 باشه، این بهتر. خب بهش ادیت پلی میدم و یک سری تغییرات میخوام روش ایجاد کنم. خب فضای اینجا مثلا یه حالت میخوام پنجره ایجاد کنم، این رو دوتا بهش کانکت میدم، اینجا رو انتخاب میکنم و گزینه رینگ رو میزنم که این دور تا دور انتخاب بشه، کانکت میدم و دوتا کانکت هم اینجا، دوباره یه کانکت دیگه به اینجا میدم، گرچه که میتونم اینا مثلا بیارم اینجا، ولی خب تعداد کانکت همون زیاد میشه، اینا من بذارم همینجا. خب این کانکتم رو با کلید W remove و حالت تغییر فاصله، تغییر مکان این کانکتم رو میذارم رو حالت اج، در ادیت جیومتری میذارم رو حالت اج. فرق اینم گفتم براتون قبلا، این وقتی روی اج باشه دیگه از بین دوتا کانکت خارجتر نمیره. اگه من رو روی نان بذارم، این که میزنم میبینید از جسم خارج میشه و همه چی رو میریزه به هم. من رو روی اج میذارم، میام پایین، من مثلا میارم پایین تر، اینجا نه میارم اینجا، خوبه. خب با زدن شورتکات 4 میرم روی گزینه پلیگان. ببینید یک رو که میزنم میشه ورتکس، 2 میشه سگمنت یا اج، 3 میشه بوردر، 4 پلیگان و 5 میشه خود جسم یا المنت. من اینجا رو یه اکسترود میدم به سمت داخل، مثلا -2 سانت. خب به این صورت. حالا مثلا سقفش رو یکم بلندتر کنیم بهتره، این رو حالت اج نباشه، چون این رو حالت اج باشه این دیگه تکون نمیخوره، بالاتر از این نمیره. میریم رو نان و میاریم بالا. خب به این صورت. یه پنجره هم اینجا بدم، دوباره من میام رینگ رو میزنم، دور تا دور جسمم انتخاب میشه، کانکت میدم. نمیشه گفت چی درسته تو مدل سازی، منظورم اینه که من میتونم بیام اینجوری کانکت بدم، میتونم بیام رینگ بزنم، رینگ کنم، کانکت بدم، بستگی به
کاری داره که شما میخواید انجام بدید. با شورتکات شیفت و ایکس، شیفت ایکس میرم روی حالت اج، این خطوط پنجرم رو میارم این طرف، یه اکسترود میدم -2. خب حالا یه باکس دیگه ایجاد میکنم. امروز کارمون فقط با باکسه. مثلا این رو میارم بالاتر، بعد دوباره حتی میتونستم کپی کنم اینو بندازم اینجا، ولی میخوام اون دستتون عادت کنه با مودیفایر ها و انتخاب کردن ها و تغییر شکل دادن ها تغییر شکل دادن ها. اگه صدای من خوب نیست، من روز کم حالا مساعد نیست، از شما معذرت میخوام. خب رینگ کانکت اینجوری، اینجا رو میارم داخل، اکسترود -2 به این صورت. بعد دیگه یه دونه حالا اینجام چیز داشته باشیم، کانکت توی پنجره داشته باشیم. این رو فاصلش رو کمتر میکنم، این اکسترود -2. خب به این صورت یه F4 میزنم، شکلم رو ببینم اوکیه. حالا میخوام یه تغییرات ایجاد کنم. ببینید الان این جسم من رنگش چون روشنه، کانکت خوب دیده نمیشه، الان بهتر شد. خب من میام رو گزینه سگمنت، اینجا رو رینگ میکنم، راست کلیک میکنم کانکت، از دوتا برمیدارم اینو به دیواره نزدیک میکنم، دوباره اینجا رو رینگ میکنم کانکت، باز همینطور یکم باید بیشتر بره. اینجا رو من نیاز ندارم چیزشو، یعنی خطش به جای وصل نیست، ولی اینجا اگر من این رو جا به جا کنم، ببینید این پنجره ما فرق میکنه، چیزش شکلش تغییر شکل میده، ولی چیز بدی هم نشد، قشنگ شد. این هم خودش یه فرمی میشه. من با همین میرم جلو، اینجا رو یه اکسترود میدم. ببینید من اگر بخوام اینجا رو اکسترود بدم، میتونم هم گزینه اکسترود رو بزنم به پایین ببرمش، هم میتونم شیفت رو بگیرم، ببینید شیفت رو بگیرم به سمت پایین ببرم. خب مال اون اکسترود پارامتری که شما با اندازه ها میتونید کار انجام بدید، این بر مثلا با اندازه جلو برید، ولی خب این یه چیز دستیه. این از این. حالا یه حالت پشت بوم مانندی داره اینم باز به همون صورت. من میام اینجا رینگ میکنم، این رینگ کانکت یه دونه این به این صورت، دوباره اینجا رینگ کانکت اینجوری، دوباره به همین صورت. خب و میام این پلیگون رو انتخاب میکنم، گزینه گرو رو میزنم و جسمم سطحم انتخاب میشه.
شیفت رو میگیرم و به سمت پایین میارمش. خب به این صورت. حالا کاری که میخوام کنم اینه که میخوایم یک سری یه مودیفایر دیگه رو هم با هم کار کنیم. خب من مثلا این ساختمون رو میارم بالاتر یه زیربنا بهش میدم. زیربنام اینجوری که مثلا چیز باشه، یه دونه باکس دیگه ایجاد میکنم مثلا از اینجا به این صورت. خب ادیت پولی بهش میدم. اینجا مثلا باشه 70، اینجا باشه 60، اینجا باشه 20 خودم یا 30 باشه، چیزی که به واقعیت نزدیک باشه. خب حالا من این رو اس رو میزنم که اسنپ روشن بشه. یه دونه روی بوردار زد سلکت میکنم، از گوشه این جسم میگیرم و به گوشه این جسم باش یکی میکنم. دوباره اینجا همینطور از اینجا میگیرم. میبینید من اگر رو X سلکت کنم X زرد میشه روی زرد سلکت میکنم میاد به بالا چسبه. خب این به این صورت. این چیزی که میخواستیم. حالا یه ادیت پولی اینجا میدم، دوباره اینجا رینگ کانکت، یا اینکه اصلا یه دونه کانکت بشه این بیاد بالاتر. اینجا رو من اکسترود بدم به سمت بیرون به اندازه اینقدر. خب ولی حس میکنم که اکسترودش این ضخامتش زیاده. اینو اس رو میزنم، اینو میارم بالا. اس رو دادم که اسنپ غیر فعال بشه. اینو اکسترود میکنم به سمت بیرون. خب این به این صورت 15 سانت اینجا. بعد حالا میخوام یه حالت کرکره‌ای مانند بهش بدم. ببینید به این شکل. این حالا اینجا مثلا مغازه چیزی، یا اینکه اصلا بیام دوتا مغازه رو با هم از هم جدا کنیم. من اینجا رو سلکت کنم، رینگ کنم، کانکت بدم. اشتباه کردم. کانکت دوتا، این وسط هیچی، اینجا همچین چیزی، باز این طرف یه کانکت، اینجا اینطوری، این هم اینجا یه کانکت، اینجا اینجوری. خب ما برای اینکه مغازه ها بهتر دیده بشه میایم یکم اینو مثلا میاریم اینجا. خب که حالت سایبانش از بین بره. اینجا رو هم اینجوری اکسترود میکنیم به سمت بیرون. اینجا رو 10 سانت بهش میدیم، یا حالا 15 سانت زیاده به نظرم، 12 میدیم. این از اینجا رو و اینجا رو انتخاب میکنم به سمت پایین میارم. حتی میتونم اینو اینجوری هم کنم که حالا حالت سایبونه پایین تر بیاد، ولی این به نظرم بهتره. این به این صورت، یا اینکه اصلا ما بیایم این رو بریم بالاتر و اینجا رو یه اکسترود بدم. اکسترود
5 سانتی. خب حالا همه این ورتکس ها رو سلکت کنم، بیارم پایین تر، دوباره اینجا رو سلکت کنم بیارم یکم پایین تر که این مغازه ها بهتر به چشم بیاد، مقیاسش درست باشه. من با اینجا برابر کنم، اینجا رو با اینجا. خب به این صورت. حالا یه در ورودی ایجاد میکنیم. البته بهتره که اینجا یه دونه رینگ کانکت، به این صورت پایین تر. خب معذرت میخوام، دوباره من اینجا رینگ میکنم، کانکت میگیرم، این از بین میبرم، دوتا حالت در ورودی مانند میخوایم درست کنیم. اینجا ها باشه، 15 باشه. چه شد؟ رفت تو دیوار. 15 باشه، کمتر. میبریم اینجا و من این پلیگون اینجا و اینجا رو انتخاب میکنم، اکسترود میکنم به سمت منفی. خب این به این صورت. من برای اینکه بتونم حالت در رو به شما نشون بدم میتونم بیام توی این پلیگون، اون پلیگونی که میخوام رو انتخاب کنم و گزینه دیتچ رو بزنم. ببینید وقتی که دیتچ میزنیم این جسم از این جسم جدا میشه. اتچ، دیتچ. خب من این رنگ این رو عوض میکنم، حالت مثلا چه رنگی بذاریم؟ این رنگی میذارم. ببینید اون جسم ما رنگش تغییر کرد، یک جسم جدا شد. خب سبزش خوشم نمیاد. توی اتوکد رنگ های اتوکد بیشتره به این صورت. خب باز مثلا این شیشه های مغازه رو میتونم بیام من دیتچ کنم، دیتچ، و روی ادیت پلی بزنم، بیام شیشه ها رو انتخاب کنم، دوباره مثلا بهش یه رنگ آبی بدم که انگار شیشه است یا کرکر است. اینجاها رو مثلا بیام این پلیگون ها رو انتخاب کنم، دیتچ بدم به این صورت و مثلا اینجا رو قرمز کنم، یه همچین چیزی. یه حالا مثلا قرمز رنگی به این صورت. خب چیزی که میخوام شکل بگیره، بهتره که من همه اینا رو کنترل زد بزنم. این فقط خواستم بگم که دیتچی هم در کاره و میشه این کار رو انجام داد. این هم بگم که کنترل زد های ما محدوده و فقط تا یه جا میشه کنترل زد زد. حالا اونم باز تنظیمات خودشو داره. حالا اگر این کار رو انجام دادید، من ریدو کنم، کنترل وای عوض شده، کنترل شیفت کنترل وای کار نمیکنه. من ریدو کنم، ببینید تا اینجایی که در انجام شد. ببینید اینجاها که نشد. نه خب ببینید من الان اینجا در رو دیتچ کردم. خب این الان جسمیه که میاد بیرون. خب و اون جسم من حالت حفره داره، سوراخ اونجا. من باید بیام چیکار کنم اینا با هم جوین بشن، به هم بچسبن. باید بیام این جسم رو اتچ کنم به این جسم. ببینید حالا اون من با 5 المنت برم جلو. ببینید
این الان یه جسمه، اینم یه جسمه، ولی اینا به هم اتچ شدن، اینا با هم یکی هن. یک جسم شمرده میشن. ولی خب فرق داره، الان اینها به هم متصل نیستن که جداگونه سلکت میشن. من باید بیام چیکار کنم؟ دونه دونه این ورتکس هایی که تو جلسه اول یا جلسه دوم گفتم رو، اینها رو باید بیام با هم کلپس کنیم. اینجا نوشتیم نوشته شده 2 تا ورتکس. من باید بیام اینجا کلپس رو بزنم که بشه یک ورتکس. اما آیا راه ساده تری هم هست؟ بله هست. من برای اینکه اینا مزاحمم نباشه این جسمای بالا، میام اینجا گزینه ایزولیت رو میزنم. ایزولیت که میزنم اینا با هم چی میشن؟ ایزوله میشن. خب من میام F3 رو میزنم. این نقطه‌ای که اینجا هست 2 تا ورتکس، اینجا 4 تا، اینجا 6 تا، 8 تا، 10 تا، ببینید 11 تا. چرا؟ چون ما اینجا رو کلپس کردیم. خب یه کنترل Z میزنم، همین 10 تا رو من سیو میکنم، نگه میدارم. نه که سیو کنم، اما منظور این که همین 10 تا رو نگه میدارم. از حالت F3 درش میارم بیرون و میام پایین، میام بالا، اینجا گزینه ولد رو میزنم. ببینید من وقتی گزینه ولد رو میزنم اینجا میتونم بهش عدد بدم. وقتی که من عدد میدم بهش، میگه که قبل از این که ولد کنی شما 115 تا ورتکس داشتی، الان 110 تا داری. ببینید من اینو صفر میکنم، قبل از این که ولد کنی 115 تا، بعدش هم 115 تا. چرا؟ چون این متراژ ما هیچیه، صفره. من اینو یکم که بیارم بالاتر، بیفورش رو میده 115 تا ورتکس، افترش یعنی بعد از اینکه ولد میکنیم 110 تا ورتکس هستش. حالا من میام اینجا رو چک میکنم. اینجا رو که چک میکنم ورتکس شماره 109 رو به من میده. اینجا رو که چک میکنم ورتکس شماره 2، اینجا ورتکس شماره 1، اینجا ورتکس شماره 10. به همین سادگی. حالا من اینو رو از حالت ایزولیت در میارم و میام داخل اون 8 پولی که دادم، اینجا الیمنت رو انتخاب میکنم. وقتی روی اون در خودمون میزنیم میبینیم که این جسم کلن سلکت میشه و متوجه میشیم که این جسم قبلی و این جسم با هم یه اتصالی بینشون هستش که اینجوری شده. خب حالا میخوام بریم یه مودیفایر جدید یاد بگیریم به نام چمفر. اگر اینجا سی رو بزنم، سی بالایش بود. چمفر رو ما پیدا میکنیم. چمفر میاد برای ما چی کار میکنه؟ چمفر میاد چمفر واسه ما نرم میکنه، به نوعی اون جسمی که داریم رو برامون نرم میکنه. خب من اینو روی کواد میذارم. ببینید یک سری تنظیمات داره که حالا خودتون باید باهاش پیش برید. من این رو میذارم رو نیم. ببینید یک سری اینجاها رو نرم میکنه، از تیزی در میاره. ببینید هر چقدر من تیز میکنم، عدد رو کم و زیاد میکنم، این نرمیه که بیشتر میشه. تو معماری یه چیزی داریم به نام پخی، یه پخی ایجاد میکنه. من اینجا سگمنتش رو میتونم بیشتر کنم. ببینید حالت گرد بدم بهش، اینجاها گوشه ها گرد بشه. سگمنتش رو اگه بیشتر کنم، ببینید هرچی بیشتر کنم گردتر، هرچی کمتر کنم به سمت تیزی میره. من رو میذارم روی 2 و ببینید
این که تیزه، اینجا نرمه، این قشنگ صیقلی شد و این که مثلا به سمت داخل رفت. خب این به این صورت. من اینو میارم بیرون به سمت صیقلی شدن. به این صورت. اینجا صیقلی، اینجا صیقلی، همه جا عالی. ببینید به این صورت. بعد دوباره تنظیمات دیگه ای داره که حالا اینا الان به درد ما نمیخوره. چند بود قبلیش؟ 1 بود. باز اینا هم که هیچی. باز کنترل زد. سلکشن هاشو مثلا میتونیم چیز کنیم یا تغییر بدیم. مثلا بگیم که این اجی که من انتخاب کردم مثلا اینجا، کنترل اینجا، مثلا اینایی که من انتخاب کردم فقط چمفر داده بشه. ببینید خودش مثلا اینجا، ببینید چه قشنگ. اینجا اگه چیز باشه اینجا رو واسه ما چمفر میده، اینجا رو هم به اون وصل میکنه. که میگم نه آقا، من همون چیز مد نظرمه، اینجوری باشه. این میگم آل ورتیکال هم که مثلا نقطه ها رو واسه ما اینجوری میکنه حالت چیز یک سری قبلی، یعنی حالت یکم خرابی ایجاد میکنه رو دیوار، خوردگی خورده شده. و اینم که حالا فعلا هیچی. اینجا مثلا میتونیم اشکالش رو تغییر بدیم. ببینید به این صورت رادیال مثلا میشه. ولی ما رو کواد میذاریم. حالا راجع به کوادم صحبت میکنم جلوتر. و این سلکشنش رو میذارم روی آل اج. خب شاید براتون سوال باشه که چرا اینجاها رو چیز نکرد، مثلا انتخاب نکرد. چون اونجاها رو تیزی مثلا چیز نکرده، مشاهده نکرده. خب اینم که میتونیم اسموس بدیم. اینم که مثلا با متریال ها، مثلا میگه که متریال هایی که با هم یکیان فقط چیز داشته باشن، چمفر داشته باشن. و اینجایی که ما اینو آوردیم اینجا، اینجا به نظرم خوبه. این به این صورت. حالا اگر ما مثلا همین جسم رو من یه دونه کپی ازش بگیرم، این اینجا باشه. ببینید ما میخوایم مثلا این چمفر رو پاک کنیم، ادیت پولی رو پاک کنیم. من بیام یه دونه ادیت پولی دیگه بهش بدم، روی اج برم، اینجا همینطور، اینجا همینطور و اینجا همینطور. خب من بیام اینجا راست کلیک کنم و اینجا گزینه چمفر داریم. ببینید به این صورت. حالا من میام این چمفر رو بهش میدم. ببینید یه حالت لبه ها گرد میشه، یه حالت مینیمال تری صورت میگیره. خب مثلا هرچه این سگمنت ها بیشتر باشه اون گردیه بیشتره، اون لبه ها نرم تره. حالا من اینجا یه سری تنظیمات هست اینو رو نیم میذارم فعلا. اینجا مثلا ما میتونیم اینجا رو تیز کنیم یا به سمت داخل ببریم، اینجوری کنیم. و مثلا ما بینش اصلا نباشه.
یا اینکه این طرفش نباشه یا اصلا هیچی نباشه که نمیشه. دیگه اینم که هیچی فعلا به این صورت. و اینکه مثلا این با این کلیدها با این تنظیمات لبی اون نرمی لبه رو کم و زیاد میکنه. این از این همین میخواستم بگم که حالا با ما اگه خواستیم مثلا رینگ رو میزنیم، نه چنفر نه، کانکت میدم دوتا اینجا اینطوری، اینجا رو اینجا و اینجا رو برمیدارم اکسترود میکنم به سمت داخل. خیلی زیاد شد. -4. مرسی. ای بابا. -4. خب این به این صورت. حالا من دوباره میتونم بیام چیکار کنم، اینجا رو یه چنفر دیگه بدم، ولی اتفاقی که میفته اینه که اینجاها رو خراب میکنه. ببینید برای اینکه اون فرم رو به ما بده اینجاها رو خراب میکنه. من اینجوری میزنم یا مگر اینکه اینجوری بریم جلو. ببینید این رو من میذارم روی اینو بیشتر میکنم، اینجا نرمی میدم بهش، اون چیزی که میخوام در نمیاد. مثلا میخواستم اینجا هم گرد بشه که اونو دستی میشه درستش کرد. ببینید مثلا به این صورت مثلا میشه داخل برد بیرون آورد و اینجور چیزا. خب این به این صورت. حالا مثلا ما میتونیم این سبزه رو مثلا پاک کنیم، این که آقا این خونه که داریم این طرفش این شکلیه. من باز رنگش رو عوض میکنم، حالت نارنجی میذارم. این به این صورت یه F4 میزنم ببینیم که به چه شکلی در اومد. اینجا رو به های کوالیتی تغییر میدم، ببینید اینطوری شد. حالا اگر ما توربو اسموس بهش بدیم چجوری میشه؟ توربو اسموس نه باز میاد نرم ترش میکنه. میدونم الان میگید که خب توربو اسموس بشه دردی میخوره، این که الان شکل رو مثل حالت خمیری کرد، مثل شیرینی شد، درسته، ولی الان برای اینکه به توربو اسموس بپردازیم زوده، به اون هم میرسیم. و به این صورت امروز میخواستم چنفر رو توضیح بدم فقط، و اینکه اینجا مثلا یه چنفر هم به این بدیم. توی عددهایی که به چنفر میدیم باید مراقب باشیم. جاهایی مثل اینجا که اینقدر سگمنت ها ورتکس ها به هم نزدیکه باید حواسمون باشه که اینها تو هم نرن و اینکه مثلا اینجا نرم بشه. باز من میتونم اینجا رو مثلا از تیزی به سمت نرمی ببرم. باز تنظیماتی که خودتون باید باهاش کار کنید و به اون چیزی که میخواید برسید.
این تا به اینجا و حالا باز روی این مورد بیشتر کار خواهیم کرد. با یک سری توربو اسموس و اینجور چیزها که آشنا بشیم روی این خونه کامل کار خواهیم کرد و به یه رندر و یه فضاسازی خوب خواهیم رسید. برای امروز کافیه چیز کنید، تمرین کنید و این چیزهایی که مثلا خودتون یک جسم دیگه بسازید باش برید جلو تا کار کاملا دستتون بیاد، چون جلوتر که بریم با مودیفایرهای دیگه آشنا میشیم و اونها ممکنه که باعث بشه یکم به نظرتون سخت بیاد، ولی اصلا سخت نیست. رو بهتون قول میدم خیلی اتفاقات خوبی قراره بیفته با این نرم افزار براتون و میریم که ببینیم به چه صورت میشه. یه چیزی همین آخر بگم براتون، من روی پولیگون که سلکت کنم یه مودیفایر دیگه هم بهتون بگم و دیگه بریم. روی این پولیگون من سلکت میکنم و اینجا گزینه اینست رو میزنم. اینست رو که میزنیم ببینید به چه صورت عمل میکنه. برای ما شکل رو به سمت داخل میبره، انگاری که ما اومدیم یه دونه کانکت دادیم و توش رو در آوردیم. خب شیفت رو میگیرم به سمت پایین، اینم از پشت بوم ما، ولی اینجا زیاد شد، الان درست شد. اینجوری رو یه بار دیگه شیفت به این صورت، یا از این تا آموزش دیگه. خدا یار و نگهدارتون باشه.